شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد وعلى آله وصحبه البررة التقى والنقى، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ربنا عز وجل في محكم كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات. روزداران عزیز و بینندگان گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پروردگار عالم عبادات شما خوبان را در این ماه با عظمت و در این ماه با فضیلت رمضان المبارک به بارگاه بینیازی خود قبول و مقبول بفرمایه. دوستان عزیز، ما و شما هر کدام در هر رکعتی که نماز میخوانیم سوره فاتحه واجب هست که باید تلاوت شود. قرائت نفس قرائت فرض هست در نماز، ولی خواندن سوره فاتحه واجب هست. بنابراین وقتی ما سوره فاتحه را میخوانیم، در آیات از سوره فاتحه ما از بارگاه پروردگار میخواهیم که ما را هدایت به راه مستقیم بکنه. میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ما را هدایت بفرما به راه راست. بعد این راه راست را سوره فاتحه تشریح میکنه که راه راست کدام راه راست؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی را که تو بالای آنها انعام کردی. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه راه کسانی را که تو بالای اونا قهر شدی و مغضوب هستن، اونا غضب شده هستن، ولا الضالین، و نه گمراهان که مراد از این دو گروه مغضوب و ضال یهود و نصارا هست. وقتی ما در نماز همواره در نمازهای فرض، در نمازهای سنت، در نمازهای نفل، در نماز تسبیح و در سایر نمازها از بارگاه صمدیت الله متعال جل و علا می طلبیم که ما را هدایت بفرمایه به راه راست و مستقیم. این راه مستقیمی را که در سوره فاتحه تذکر داده، خداوند قدوس جل مجده در همین آیه مبارکه‌ای که من خدمت شما قرائت کردم، همین 4 گروهی که بالای آنها از جانب الله متعال انعام صورت گرفته را بیان میکنه که این 4 گروه کدام گروه ها هستند. پروردگار عالمیان جل جلاله میفرماید که و من یطع الله
و الرسول، و کسی که فرمانبرداری و اطاعت الله جل و علا را بکنه، و الرسول، و از رسول او که محمد عربی صلی الله علیه و سلم هست اطاعت و فرمانبرداری آن حضرت علیه السلام را بکنه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، پس همی گروهی که اطاعت خدا و رسول را در آسانی و در سختی، در صلح و در جنگ، در حالت حاکم بودن و محکوم بودن، در حالتی که یکی راعی هست و دیگر رعیت هست، در هر حالتش وقت انسان اطاعت الله و اطاعت رسول او صلی الله علیه و سلم را میکنه، پروردگار عالم برشان بشارت میده که فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، پس اینا با کسانی هستند که بالای آنها الله متعال جل و علا انعام کرده. من النبیین، که یکی از دسته های منعم علیهم نبیین هست که در رأس قرار دارند. نسبت به شهدا درجات انبیا بالا هست، نسبت به صدیقین رتبه انبیا بالا هست و نسبت به صالحین هم رتبه و منزلت انبیا علیهم السلام بلندتر و بالاتر هست. پس یکی از دسته های منعم علیهم که ما شما در نماز هم از بارگاه پروردگار می طلبیم که صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی را برای ما هدایت بفرما که تو بالای آنها انعام کردی، یکی از او جمله انبیا هست. و حافظ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه در تفسیر جلالین خود در مورد صدیقین می فرماید که اینا افاضل و برگزیدگان اصحاب انبیا علیهم السلام هست، یعنی کسانی که با انبیا علیهم السلام مصاحبت کردن، ملازمت کردن، با ایمان بودن و با ایمان از دنیا رفتن، اینا از جمله صدیقین هستند. با رسول کریم صلی الله علیه و سلم خیلی ها از صدیقین همراه بود که در رأس اونا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قرار داره. دسته دوم از 4 گروهی که بالای اونا از جانب الله متعال جل و علا انعام صورت گرفته صدیقین هست. رسول کریم صلی الله علیه و سلم در یکی از احادیث مطهره خود می فرماید که صدق انسان را از عذاب پروردگار نجات میده و کذب انسان را به هلاکت میرسانه. بعد میفرماید که انسان راست میگه، راستکاری میکنه، راست کردار و راست عملی میکنه تا زمانی که این انسان در زمره صدیقین حساب شود، یعنی در زمره همی گروه دوم از 4 دسته منعم علیهم محاسبه شود، چرا که راستکاری انسان را به نیکویی دلالت میکنه و نیکوکاری انسان را به بهشت پروردگار میرسانه. شما متوجه باشین دوستان عزیز که انسانهای صادق و انسانهای صدیق و راستگو هیچ گاه در بین توده ها و مردم خجل نیست، هیچ گاه شرمسار نمیشه، همیشه وقت به دلیلی که راست میگه همیشه سربلند است، با افتخار زندگی میکنه. اما انسانهایی که کذاب هست، دروغ میگن، در اقتصاد و در بازار دروغ میگن، در دکانداری دروغ میگن، در بین فامیل برای اولاد و زن و فرزند خود دروغ میگن، با خویشاوندان و اقارب دروغگویی میکنن، وقتی به نظامداری و حکومتداری میرسن باز هم صدق پیشه نمیکنن، باز هم کذب پیشه میکنن.
متوجه باشین که دروغگویان همیشه شرمسار هستند. دروغ آدمی را کند شرمسار. بازم امو شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری رحمت الله علیه. دروغ آدمی را کند به وقار. وقار انسان، حیثیت و عزت انسان در دروغگویی از نزد انسان میره و سلب میشه. ولی انسانی که صدق داره در گفتار خود، صدق داره در عمل خود، صدق داره در تمام امور و شؤون زندگی خود، یک انسان صادق و صدیق هست، پروردگار عالمیان جل جلاله این انسان را در زمره صدیقین حساب میکنه. دسته سوم شهدا هست. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین. انبیا را هم شناختین، صدیقین هم شناختین. حال شهدا کی هست؟ شهدا کسانی هستند که در راه اقامه دین خدا در برابر کفر می جنگن و جان میتن. اینا شهدا هستند و هدفشان از مجاهده در برابر کفر هم اعلاء کلمت الله هست و اقامه دین خدا هست. هیچ گونه غرض و غایه و هدف و مقصد دیگه ندارن. فقط می جنگن تا ای که دین خدا اقامه شوه و اینا به شهادت برسن. اینا شهدا هستن. و صالحین، صالحین کسانی هستند که اونا به حقوق الله متعال و به حقوق بندگان قائم هستند. صالح کسی را میگه که انسان نیک عمل هست، چنان نیک عمل که هم رعایت حقوق الله را میکنه و هم رعایت حقوق العباد را میکنه. و حسن اولئک رفیقا، و زیباست، نیکو هست با همین دسته ها رفاقت. پروردگار رفاقت همین دسته ها را نصیب ما بکنه. رسول کریم صلی الله علیه و سلم همین حدیث میگم بس میکنم. المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. رسول کریم علیه السلام مهربانی میکنه که انسان بر روش و بر دین رفیق خود است. پس شما میگه متوجه باشین، مشاهده بکنین، ببینین که با کی رفاقت میکنین. اگر شما با یک دزد رفاقت کردین، پس از یک مدت دزد هستین. اگر با انسان فاسقی که مثل شرابخوار هست، زانی هست، چرسی هست، قاتل هست و امثال اینا رفاقت کردین، بعد از یک مدت شما مثل او میشین. ولی اگر با صلحا هم نشینی میکنین، شما صالح میشین. اگر با علما هم نشینی میکنین، خامخا از دین خدا چیزی یاد میگیرین. اگر خودتان سنتان بزرگ باشه، تلاش بکنین که فرزندانتان دین خدا را یاد بگیرن. خداوند متعال جل و علا توفیق مصاحبت و مجالست با صلحا را، با علمای بالله را، با اولیای خدا را نصیب ما بکنه. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.